سعید صاحب گرامی، آخرین تحولات رو حتما پیگیری کردید. ارزیابیتون چی هست از شرایط فعلی جنگی که فعلا در غرب آسیا یا خاورمیانه جریان داره؟ پیش از اینکه صحبت آغاز کنم میخوایم از شنونده ها و بیننده هایی که ما هفته قبل با اونا صحبت داشتیم در راست عذرخواهی و معذرت خواهی کنم که من در هفته قبل گفته بودم که تا مذاکرات ژنوا ختم نشه امکان داره که حمله ای از طرف امریکا صورت نگیره، ولی من این را نمیدانستم که اسرائیل و امریکا فرصت طلبی میکنن، ماجراجویی میکنن و میخوان ایران و مردم دنیا را اخفال کنن، حمله کنن. چون من گفته بودم که شاید تا مذاکرات ختم نشه حمله نشه. بر صورت این بحران یک نکته را به شما اینجا کامل کنم جناب سعیدی صاحب که شما که این اخلاق و این شجاعت دارین، از عذرخواهیتان این قطعا بزرگواری شما را نشان میده. اما بسیاری از کارشناسا همین نظر شما را داشتن و اونا هم غافلگیر شدن متاسفانه. بله، نظر شما نابجا نبود، درست بود، ولی خب رفتار اونها نابجا بود. به هر صورت در حال حاضر بر علاوه اوکراین دو جنگ بین طالبان و پاکستان و همچنین جنگ بین امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران به شدت جریان دارد. 4 روز شد که اسرائیل با همکاری و همدستی و هدایت امریکا برای جمهوری اسلامی ایران حمله کرده. رهبری مذهبی ایران را با 42 نفر همزمان به شهادت رساندن و این حملات و این جنگ ها هنوز ادامه دارد. امروز این جنگ ها در ایران شدت گرفته بود. اسرائیلیا با کمک امریکایی ها تانستن که صدا سیما ایران، قصر ریاست جمهوری ایران، دفتر ولیعهد و رهبری را و همچنین یک تعداد نقاط مهم دیگری را شروع امنیت بمباردمان کنند. مقامات ایرانی میگویند که خود مقامات ایرانی لحظات پیش در صدا سیما اعلان کردند که تا روز در مجموع ایران 773 نفر شهید شده در ایران و اضافه تر از 1200 نفر زخم برداشتند. اما ایران هم دست زیر علاشه نشسته. از روزی که جنگ آغاز شده اسرائیل بمباردمان راکت‌های بالستیکی کرده با کشورهایی که در او پایگاه امریکایی ها هست در منطقه. این کشورها را زیر ضربات محکم گرفته، چنانچه امریکا مجبور شده که در 12 کشور خلیج فارس، در 12 کشور سفارت ها خود تعطیل کنه و دیپلمات ها خود پس به امریکا بخواه. امریکا خودش اعتراف میکنه که ما 4 کشته داریم از ساکنی ما و همچنین 3 طیاره از اونا در کویت سرنگون شده. بنابراین سفارت امریکا در ریاض هدف قرار گرفته و نفت و گازی هم در قطر خسارات دیده. جنگ با تمام شدت و تمام امکانات وسیع ادامه داره. در حال حاضر ایران هیچ کوتاهی نداره، با وجودی که اسرائیل بمباردمان میکنه، امریکا بمباردمان میکنه، تا روز توسط راکت‌های خود جواب داده. همین لحظه هر لحظه آژیری صدا به در میاد در اسرائیل که اسرائیلیا میرون به تکاوی‌ها میرن از ترس راکت‌های ایران. اسرائیلیا خودش اعتراف میکنه که ما از روزی که راکت‌ها شروع شده تا حالا 21 نفر کشته داریم و 70 نفر هم زخمی دارن. این رو خود اسرائیل چینل 12 تا روز اعتراف کرده. اما بدبختی دیگه ای که آغاز شده جنگ در لبنان است. اسرائیل لبنان حزب الله رو بمباردمان کرده، عسکر خود از دگاه زمینی داخل لبنان کرده. جنگ بین حماس و اسرائیل هم در لبنان با تمام قوت خود در جریانه. خب در حال حاضر جناب سعیدی صاحب گرامی، در این جنگ هرچند شما فرمودید که ایران هم واکنش هایی داشته، ارزیابیتان از عملکرد ایران چگونه هست مشخصا و از عملکرد آمریکا؟ یعنی کدام یکی از اینها دست بالا رو دارند در این شرایط؟ به باور من اسرائیل و امریکا متجاوز هستند. بدون اطلاع قبلی بر حریم ایران تجاوز کردند، رهبری ایران رو شهادت رسوندند. ایران وظیفه ایمانی وجدانی داره که از سرزمین خود، از مردم خود دفاع کنه. چون یهودا
شونست قاسم است باور. منظورم این بود که عملکرد ایرانی ها رو در این جنگ چگونه ارزیابی میکنید شما؟ یعنی ما عملکرد ایرانی ها رو بسیار شجاعانه دلیرانه محمد میدانم و همچنین شهادت امام خامنه ای را یک مردن یا یک شهادت بسیار مردانه میدانم که هم خودش هم خانمش هم عروسش هم نواسش در این راه به شهادت رسید. یعنی یک مرگ بسیار مردانه میدانم در تاریخ انسانیت و رهبری در کشورها. یعنی مرگی که بسیار با مردانگی با استادگی به پای بردی، نه با زارو زدن. نشانه از صلح و یا گفتگو مذاکره پشت صحنه وجود نداره؟ چیزی در این مورد نشنیدین شما؟ حالا به باور من ملل متحد خو یک اداره بسیار خنثی و مفلوجی است که قابل بحث نیست که دربارهش بحث کنه. شورای امنیت دیگر کشوری که بیای بین از دو تا منجیگری کنه من نمیبینم، کمتر میبینم. کی باید منجیگری کنه؟ امریکا به روسیه اعتماد نداره، به چین اعتماد نداره، ایران هم به کشورهای اروپایی اعتماد نداره، به کشورهای خیلی کشور بی‌طرفه که قدرت داشته باشه بتونه این هر سه رو در جایش بشونه. من همین لحظه به چشم نمیبینم. اگرچه گفته میشد که امریکا تقاضا کرده که از جمهوری اسلامی ایران که اگر شما آماده باشین با رهبران جدید مذاکره کنه، ولی آقای علی لاریجانی گفت که جنگ شما آغاز کردین باز ختم شما میکنیم. یعنی با این چشمانداز این جنگ ادامه پیدا میکنه به نظرتان؟ امریکا و اسرائیل اون چی که محاسبه میکردن اون تو نبود. اونا فکر میکردن که با کشتن یا با شهادت امام خامنه ای رژیم ایران بدون وقفه سقوط میکنه و یک نیمه یهودی که بچه رضا شاه است که نیمه یهودی است و میای به امریکای قدرت میشینه. اما احساس میکنن که نه، ایران امکانات داره، قوت داره، ایران استادگی میکنه، از حریم خود از خاک خود. و باور من حال جنگ بین اسلام و کفر است، برای این جنگ اسلام و کفر است، ادامه پیدا میکنه. واکنش کشورهای دیگه، مثلا مسلمانان دیگه در کشورهای دیگه چی بوده به وجه؟ یا حاکمان ببینید اسلامی مانند عربستان سعودی، قطر، عمان، امارات متحده عربی تا گوشه از عمان، کویت، بحرین، اینا کشورهای هستند که پایگاه های امریکایی ها دارن و ایران نشانه گرفته هر کدوم دین علیه. در لبنان هم جنگ است، در عراق همچنین. برن ترکیه هم تشویش خود داره. کشورهای اسلامی هم من کمتر شنیدم که یکی از کشورهای اسلامی دست استین برزنه با همت بگویه که از ایران دفاع کنه، از حقی مشروع ایران دفاع کنه. من کمتر شنیدم. واکنش مردم مسلمان مثلا چی بوده؟ من گاهن میدیدم که تظاهرات های در هند و پاکستان و عراق و اینجا هم وجود داشت. ببینید چند نوع مسلمان هایی که وجدانن مسلمانن، با شرف مسلمان هستن، این عمل اسرائیل محکوم میکنن. بله، به سفارت امریکا، به قنصلگری ها، نمایندگی سیاسی امریکا در کشورهای مختلف حمله شده، به شمول پاکستان سنگباران شده، مردم تظاهرات کردن. در بعضی کشورها حکومت ها جلوگیری کرده. یعنی احساسات مردم در شهرهای مختلف در دنیا مختلف وجود داشته. افغانستان چه واکنشی داشته نسبت موضوع طالب ها؟ افغانستان روزی اول همینقدر گفته بود و سخنگوی وزارت خارجه که جنگ به نفع هیچ کس نیست. وقتی که مورد انتقاد قرار گرفت، با آقای امین خان متقی با آقای عباس عراقچی صحبت کرد و شهادت امام خامنه ای را تسلیت گفت. و ضمن سفارت ایران را در افغانستان اجازه دادن به شمول قنصلگری در هرات که کتاب باز کنن و مردم بیان اظهار تسلیت کنن. محکوم نکردن؟ گفتم آقای امیر خان متقی صحبت با آقای عراقچی داشتن و اظهار تسلیت و امرایشان صحبت کردن. همین که صحبت کردن به معنی همدردی همسویی داره. ولی خب خیلی موضع خیلی روشن و تندی نداشتن. مثلا در پاکستان موضع این رو محکوم کردن و
رسما در مجلس پاکستان هم یک فاتحه خوانی گرفتن، فاتحه خواندن و در افغانستان طالب ها چندان واکنش جدی نداشتن نسبت به موضوع. شما میفهمید که اکثر کشورها از عملکرد اسرائیل و امریکا میترسن، ترس دارن، وحشت دارن، جرأت نمیکنن. افغانستان هم نمیتونه از این خط خارج شه. یعنی طالبان نگرانی دارن؟ بدون شک، بدون چیز. خب از طرف دیگه هم رابطهشون با ایرانی ها که نزدیک بود، تنگاتنگ بود، چه رقم رابطه است؟ خب ببینید، سیاست هر دنبال منافع است. سیاست هر کس که دنبال منافع خود است. افغانستان در حال حاضر نه به سازمان ملل متحد نه به دنیا به رسمیت شناخته شده. ایران گرچه در دفاع او قرار داشت ولی توانمندی نداره. خودش از یک طرف با پاکستان مصروف جنگ است، به ناظر بسته است با مشکلات زیادی. امروز که صدوری اموال تجارتی ایران را لحظات پیش ترامپ اعلان کرد که صدوری اموال تجارتی ایران در کشورها ممنوع است. طبعا شما می‌فهمید که قیمت ها در افغانستان به کجا خواهد رسید و وضعیت چی خواهد شد. بله، بسیار فرمایش شما متین هست. و نظرتان در مورد جانشینان آقای خامنه‌ای و آینده ایران هم چیزی نظری دارید؟ فرمایشه. مطابق ماده 11 قانون اساسی ایران وقتی که رهبر مذهبی فوت میکنه و میموره یا شهادت میرسه باید خبرگان این مشکل حل کنه که 3 نفر، آقای پزشکیان، آقای عرافی و همچنین رئیس استر محکمه یا رئیس محکمه قدرت به دست گرفتن و در تلاش هستند که باید رهبر تعیین کنند. اطلاعاتی وجود داره، اطلاعاتی که یعنی تا هنوز دقیق نشده، اطلاعاتی وجود داره که یا آقای عرافی یا مجتبی خامنه‌ای پسر آقای خامنه‌ای یا آقای حسین نواسه امام خمینی یکی جانشین خواهد شد، ولی تا روز جمهوری اسلامی ایران طور رسمی در این باره چیزی نگفته. به نظرتان این پروسه طول میکشه یا یکی در روزهای آینده مشخص میشه که چه کسی عهده‌دار این سمت خواهد؟ اول امریکا باور داشت که به یک حمله اول که رهبر از بین ببرم دیگه ایران سقوط میکنه و هرچی که بخوایم میتونم. حال این سناریو وارونه جلوه کرده. این سناریو نتیجه نداده. این تخم حاصل نداده. اون چیز دیگه ای که من از جناب آقای فروتن از شخص شما شنیدم و یاد گرفتم. ایرانی ها امروز در مورد دو چیزی هم نوشته کرده بودم در تو. اسرائیل کوشش میکنه به همکاری امریکا که ایران با یک تشنج داخلی بکشه. این تشنج داخلی بر علاوه ایران زخم خونینش به ترکیه، به سوریه، به عراق و این کشورها هم برسه. این دفع چی خواهد بود که من پیشتر گفتم که ممنون هستم از جناب آقای فروتن. قضیه این قرار است که میخواهند کردایی که به نحو مخالفت دارن یا اعضاب کردا کار یک اطلاف شدن. قبلا شما میفهمید که عبدالله و جلان بود و کسای دیگه هم در کردا بودن. این کردا را با بلوچا همسویی بتن و اینا در از طریق آذربایجان از بعضی کشورهای ترکیه و بعضی جای دیگه بیان به ایران بقاوت کنن علیه حاکمیت موجود در ایران. یک ولایت یا 2 ولایت بگیرن تا ایران در مجبور شه که هم با امریکا و اسرائیل بجنگه، هم مجبور شه که به جنگ داخلی سر به دچار شه. این پلان اسرائیل امریکاست که بخواهن کردا بقاوت کنه، بلوچا بقاوت کنه، حتی آذربایجانی ها بقاوت کنه. چنانچه گفته میشه که دیروز در قصر سفید امریکا یک تعداد رهبران کردا دیده شده در دفتر آقای ترامپ و دفتر وزیر خارجه حضور رهبران کردا در اونجا بوده. به نظرتان این شهادت آقای خامنه‌ای چی تأثیری روی ملت ایران داشت یا در منفی؟ اگر ما بگیم که تأثیری نداشته، مطلق تاثیر داشته. تنها آقای خامنه‌ای نبوده در لحظه اول 47 نفر یک جا به شهادت رسیدن که قبلا ما و شما گفتیم که وزیر دفاع و وزیر داخله و کی همه نامشون رو گرفتیم با آقای شمخانی و آدمای بزرگ حتی از فامیل خودش، خانمی محترمش، روسش، نواسهش به خودش. اما با اون هم ملت ایران ملتی
مستحکم و استوار ملت باورمند به ارزش‌های وطنی خود است. نه مثل یعنی رهبرای ایران رهبرای نبودن که مانند بعضی رهبرای کشورها مانند موشوری بگریزن کشور خود ترک کنن. از جمله رهبرای بودن که استادگی کردن تا پای جان. اگه یاد شما باشه چند وقت پیش آقای خامنه‌ای یک بیانیه داد گفته بود که من جسمی ناتوانی دارم، این را به خاطر وطن خود به ارزش‌ها فدا میکنم و عزتی هم که شما دادین مردم ایران داده. بنابراین حال بعد از مرگ خود فهمیده شده قوی‌تر جلوه کرده، استوارتر جلوه کرده، به طوری جلوه کرده که واقعا یک رهبری بوده که وفادار به اون چیزی که میگفته بوده. در نهایت چیزی در این زمینه شما نظر دارین که واکنش چینی ها و روس ها چی بوده در این جنگ و نقشی دارن ندارن، در کجای این معرکه ایستاد شدن؟ نسبت به چینی ها عکس العمل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بهتر بوده، اما از دو روز به این طرف که تنگی هرمز شما دوستان شما میخوام راجع به تنگی هرمز هم گپ زنم. بعضی دوستان میشه شنیدن تنگی هرمز چی است، شما میفهمید که 30 چند کیلومتر طول داره و چند قدر هم 20 چند کیلومتر هم عرض داره. تنگی هرمز در جنوب ایران واقع است که نزدیک است در خلیج فارس. این مربوط ایران در تسلط ایرانه. کشتی هایی که از اینجا به شرق و غرب تیل میبرن از این بندر میرن. مسدود کردن این بندر توسط ایران میتونه ضربه فنی بسیار قوی برای انتقال نفت بده. من لحظات پیش شنیدم که چین از ایران تقاضا کرده که شما این بندر واسطه نکنین، این خطر داره و دیگه داره، شما این کار نکنین. دیگر تو عکس العملی که چین بخواد که امریکا رو اخطار داده باشه یا اسرائیل اخطار داده باشه نبوده. تنها روسیه گفته که جنگ به نفع نیست، باید یک راه حل به این جنگ پیدا شد. در این حدود بیشتر بسیار جدی نبوده. اما بعضی اطلاعات وجود داره که شاید بعضی از کشورهای خلیج فارس یا کشورهای عربی که در منطقه گفتم 12 کشور که تکرار میکنم که امریکا سفارت‌ها خود اونو تعطیل کرده، اونو از طرف ایران تهدید شدن، راکت به پایگاه نظامی خارجی ها وارد شده. بعضی میگن که امارات متحده عربی حتی یا عربستان سعودی اینا تصمیم دارن که اینا هم سو شوند، دست خود یکی کنن در جنگ زمینی با امریکا و اسرائیل همکاری کنن علیه ایران. اما این که چقدر واقعیت میکنه او باید انتظار کشید. یعنی از طریق مردهای اونها پیاده نظام وارد خاک ایران بشه. همین قبلا من یک گپی خاصی داشتم وقتی که یک سه روز پیش از جنگ به روز که جنگ آغاز شد ولیعهد عربستان سعودی یک گپ گفته بود که امریکا در منطقه دو دوستی بسیار نزدیک داشت، یک اسرائیل بود یک ما بودیم، اما گپای ما را قبول نکرد، گپای اسرائیل قبول کرد. یعنی ما میگفتیم جنگ نشه حل شه و اسرائیل میگفت باید جنگ بشه. یعنی ما را دوستی خود نکرد، اسرائیل دوست کرد. اما وقتی که حال ریاض از طرف ایران هدف قرار گرفته، ریاض قرار گرفته، سفارت امریکا قرار گرفته، احساس میشه که عربستان سعودی از جمهوری اسلامی ایران راضی نیست، قطر راضی نیست، امارات راضی نیست، بحرین راضی نیست، کویت راضی نیست، به خاطر اینکه اینا هم به خاطر پایگاه های امریکایی ها خساراتی دیدن. خب یک گپ است که وقتی که این کشورها به امریکا پایگاه میدن و امریکا از این پایگاه ها به خاک ایران حمله میکنه، پس چی توقع دارن که طرف مقابل حالا ایران نه هر کشور دیگه باشه واکنش نشون نده؟ ببینید اول خوراکت های دوربرد است و میانبرد است و درازبرد، یعنی بلاستیک. این کشورها به ایران نزدیک هستند. ایران قبلا گفته بود که اگر ما از طرف امریکا و حمله مورد هجوم حمله قرار بگیریم ما پایگاه امریکایی رو در منطقه میزنیم. ایران بار گفته بود، چندین مرتبه گفته بود. بنابراین ایران میگویه که اون چیزی رو که ایران میگویه که بعضی جاها رو میگه، بعضی جاهایی که ما در ریاض اگر در مرکز ریاض راکت خورده یا مرکز گازی قطر حریق شده ما نزدیم، ایران میگه ایران اسرائیل زده به خاطر که کشورهای عربی علیه ما تحریک کنه. یعنی ما تنها پایگاه الحدید زدیم، پایگاه امریکایی ها زدیم
جاهایی که ملکی بوده که کسی از بحرین در ملکی کشته شده یا یک راکت به نزدیک خلیج عمان خورده، ما نکردیم. این کار اسرائیل، به خاطر که اسرائیل میخواد احساسات عربا رو بالا کنه و متحرک کنه علیه ما. یعنی ایرانی ها میگن که بجز اماکن نظامی و امنیتی آمریکا و اسرائیل در این کشورها و جاهای دیگه حمله نکردن. این که در جاهای غیر نظامی حمله شده این کاری هست که به نحوی اسرائیل خواسته این کارو. بله. ایرانی ها بار گفتن، امروز هم در خبررسان در سرخط اخبار بود که جاهایی که مردمان ملکی که کشته شده یا در مرکز گاز قطر که حمله شده، این کار ما نیست، این کار اسرائیل است. دوستان گرامی، ممنون که برنامه رو تماشا میکنید. تعداد بسیار زیاد، نزدیک به 500-600 نفر برنامه از زنده الان تماشا میکنید. در مورد افغانستان هم صحبتی باید بکنیم. حتما برنامه رو لایک بکنید تا افراد بیشتری ببینن. این تنها توقع ما از شماست و یوتیوب رو هم سابسکرایب کنید. ما که در خدمت شما هستیم. و جناب سعیدی صاحب، آخرین حرفاتون در مورد ایران و اینا میشنویم، بعد یک سری هم در مسئله افغانستان. در مسئله افغانستان حالا این 2-3 روز همزمان جنگ وجود داشت ولی تحت تاثیر تحولات ایران قرار گرفت. از اونجا چه میدانید؟ بله، ببینید غیبت ها در افغانستان بلند رفته. باور اونچه که من باور دارم، به هر چیزی رو خوبتر خداوند میدانم. اونچه که من باور دارم این است که اگر امریکایی ها بتانن، اسرائیلی ها بتانن در بین ایران، در بین نظام ایران، در بین مردم ایران اختلاف خلق کنن، یک تعداد مانند کردها، مانند بلوچا، آذربایجانیا، لورها، اینا بخیزن استقلال طلبی کنن. باید این استقلال طلبی صدا میکنم از این طریق، اگر کردهای حرکت بکنن، درست است که ایران به چالش های مواجه میشه، ولی آزادی خواهی کردها دامنش ترکیه را میگیره، عراق را میگیره، سوریه را میگیره. این کشورها باز کردهای ترکیه با آزادی خواهی صدا بلند میکنن، کردهای عراق هم میکنن و سوریه هم میکنن. وادی ای است که منطقه در یک بحران بزرگ دیگه میره که پیشبینی حال امکاناتش نیه. در مورد افغانستان در این روزا چه شنیدید و چه فرمایشی دارید؟ تحولات افغانستان تحت تاثیر تحولات ایران و حمله امشب جنگ در افغانستان امشب کمی کمتر است. پاکستانی ها نقاطی را از میدان هوایی بگرام، پنشیر بمباردمان کردن. قندهار را امروز سخت بمباردمان کردن، قلدوی قندهار را بمباردمان کردن، ننگرهار را بمباردمان کردن. ولی طالبان هجومی می جنگن. هجومی یعنی بیشتر هجوم میکنن، بیشتر پیشرفت دارن به جنگ زمینی. اما دلیلی است که پاکستانی ها بسیار زیرکانه جنگ میکنن. پاکستان ها میگن که اینا احساساتی هستن، باید سلاح خود خلاص کنن، بدون، خسته شون، مانده شون، باز بعد از ما میخوایم که همراهشون تصفیه حساب کنیم. یعنی پاکستان به یک شکلی تیارات بمباردمان میکنه ولی دفاع میکنه. و از طرف دیگر پاکستان اگر خودش است یا دستور داره از کشورهای غیری، زیادتر نقاط را میزنه، مثلا جایی که سلاح طالب است، جایی که مهمات طالب است، جایی که تجهیزات طالب است، همینا رو نشانه میگیره و از بین میبره. به اساس طالبا هجومی جنگ میکنن، پاکستان دفاعی جنگ میکنه. اما به خاطر باور می است که میخواه که طالبا خسته شوند و سلاح خود به ظرف 1-2 هفته یا 3 هفته از دست بتن، باز بعد از ما میداریم به تصفیه حساب. یک بازیه. اگرچه امروز بین از اینا هم سوال کسی پیدا نشده که صلح کنه یا مصالحه کنه. آقای شهباز شریف با احمد الشر رئیس جمهوری سوریه گپ زده که او را هم پیش از اینکه صحبت کنه طالبا گفتن که احمد الشر به نزد ما یک آدم مرتدی است. با سکه دینی نداره. به نزد اینا هم اگه مرتد است. در این نقاط مرزی پاسگاه های همدیگر رو هم تصرف کردن، یعنی مشکلاتی که در تبلیغات به اوج خود رسیده. یعنی تبلیغات به اوج خود رسیده. طالبا هم تیاراتی پناه یا بی‌سرنشینی را در پاکستان مورد استفاده قرار دادن. یکی تیارا از کجا رسیده به دستشون قرار گرفته.
من نمیدانم، بعضی مردم میگن هندوستان کمک کرده، ایران من نمیدانم. اما طالبان ادعا کردن که ما 19 پوسته را گرفتیم، فلان جا و فلان جا و فلان جا گرفتیم. باز طالبان میگن که ما نفهم 150 پاکستانی را کشتیم، چند تا اسیر گرفتیم. پاکستان میگه نه، ما از طالبان افغانی 300 نفر کشتیم. تبلیغات هر دو طرف به نزد بسیار تبلیغات قلو است، یعنی با زیادتر خیلی راست نیست، دروغ است. اگرچه و مشکل دیگه است که طالبان رسانه‌های داخلی افغانستان هدایت دادن که هیچ نوع از تلفات ما و از کشته های ما هیچ نوع گزارش ندید. تنها امروز یکی از سخنگوهای طالبان گفت که از روزی که ما با پاکستان جنگ شروع کردیم 80 نفر کشته دادیم، 140 نفر زخمی داریم. 80 نفر کشته دادیم، اعتراف کردن. و قراری که از ولایت ها نفر خواستن به خاطر جنگ رفتن، اما پاکستانی ها میگن نه، طالبان اضافه تر از 400 نفر تلفات دارن. پاکستانی ها این گپ میگن، یعنی طالبان به 80 نفر اعتراف کردن. این الان این جنگ ادامه داره در حال حاضر به شدت. امشا یک اندازه فروکش کرده باید، نه که کدام آتش بس شده باشه یا خستگی یا دیگه، امشا کمی فروکش کدام اصطلاح آمیانه تک و توک نیست، دیدش که سماچه میشه. اما امروز پاکستان خلولی قندهار رو بمباردمان کرده بود و یک بار دیگر به بگرام هم بمایی را استعمال کرده بود به خاطر سلام آباد که در بگرام و میدان هوایی ننگرهار را بمباردمان کرده. چی تأثیری روی بازارهای اقتصادی و اوضاع مالی مردم افغانستان گذاشته این جنگ؟ من امروز به هرات هم صحبت داشتم، یک دو جای دیگه. تنها در تیل و گاز فی تن اضافه تر از $140 تفاوت آمده. فی تن یعنی بالا رفته. آرد بالا رفته، تیل و گاز گفتم، برنج بالا رفته. بعد امروز که امریکا اعلان کرده که صادرات ایران ممنوع است، سواد دیگه میفهم که چی رقم پاشد. من قبلا هم مشوره داشتم که من فکر میکردم که افغانستان، یعنی حکومت طالبان یا مردم افغانستان خود ندارن، بیچاره هستن. حکومت شاید ذخایر استراتژی داشته باشه. احساس میشه که نه دولتی و حاکمیتی که هست طالبان، نه اینا ذخایر استراتژیکی دارن، نه مردم فقیر و بیچاره. دیگه با بستن راه، اگر بندر عباس و بندر شابور بند میشه که بند خواهد شد با این جنگ ادامه داشته، بند خواهد شد. به بنادر پاکستان هم بند است، مشکلات خیلی زیاد خواهد شد.